سلام دوستان عزیزم، ازتون دعوت میکنم داستان زیبای شهاب عشق رو بشنویم و لطفاً با توجه به اینکه برای ساخت داستانها زحمت زیادی کشیده میشه با لایک و کامنت و به اشتراک گذاشتن ویدیوها از کانال حمایت کنیم. در سرزمینی دور پرنسسی به نام ایلونا در قصری با شکوه زندگی می کرد که بر فراز تپه‌های آسمانی بنا شده بود. ایلونا زیباترین دختر سرزمین و دارای صدای فرشته‌گونه‌ای بود که مردم باور داشتند می توانند با آن غم را از دلها بزدایند. با این حال زندگی او خالی از عشق و آزادی بود. پدرش پادشاه سرسخت سرزمین او را به شدت محافظت می کرد و اجازه نمی داد کسی به او نزدیک شود، چرا که از یک پیشگویی هراس داشت. روزی یک شهاب از آسمان می گذرد و قلب پرنسس را می رو باید. یک شب ایلونا به دور از چشم نگهبانان به باغ قصر رفت تا زیر نور ستارگان آواز بخواند. در همان لحظه یک شهاب در آسمان درخشید و نورش باغ را روشن کرد. اما این شهاب تنها یک پدیده آسمانی نبود. از دل این نور جوانی به نام نوآ پدیدار شد. مردی با چشمان درخشان و لباسی که همچون آسمان شب پرستاره بود. ایلونا با تعجب پرسید: تو کیستی و چرا اینجا هستی؟ نوآ پاسخ داد: من مسافری از دوردست ها هستم. نوری که مرا اینجا کشاند صدای آواز تو بود. هرچند ایلونا به او شک داشت، اما چیزی در صداقت و مهربانی چشمانش باعث شد او را به صحبت‌های بیشتر دعوت کند. آن شب دو غریبه به دوستانی نزدیک تبدیل شدند. با گذشت روزها نوآ هر شب در باغ قصر ظاهر می شد و داستانهایی از دنیای بیرون تعریف می کرد. از صحراهای طلایی، دریاهای بیپایان و کوههایی که تا آسمان امتداد داشتند. ایلونا که همیشه در قصر محبوس بود، شیفته این داستانها شد و آرزو کرد بتواند دنیای بیرون را ببیند. اما نوآ یک راز بزرگ داشت. او یک انسان عادی نبود، بلکه از تبار ستاره ها بود. مأموریت او این بود که از پرنسسی که آوازش می توانست سرزمین ها را شفا دهد محافظت کند. او می دانست که ایلونا سرنوشت بزرگی دارد، اما اجازه نداشت این راز را برملا کند. در قصر وزیر حیله‌گری به نام کاراموس قصد داشت قدرت را به دست گیرد. او از علاقه روزافزون ایلونا به نوآ آگاه شد و به پادشاه خبر داد. پادشاه که از پیشگویی هراس داشت، نوآ را زندانی کرد و دستور داد او را از سرزمین بیرون کنند. ایلونا با گریه و خشم نزد پدرش رفت و گفت: نوآ تهدیدی برای تو یا تاج و تخت نیست. او تنها کسی است که مرا میفهمد و به من امید میدهد. چرا باید او را از من بگیری؟ اما پادشاه بی‌اعتنا بود و گفت: من سرنوشت تو را کنترل می کنم، نه یک غریبه ناشناخته. در نیمه شب ایلونا با کمک یک کلید مخفی که از خدمتکاری وفادار گرفته بود به زندان قصر رفت و نوآ را آزاد کرد. آنها با هم به سمت سرزمین‌های دوردست فرار کردند. در مسیر نوآ مجبور شد حقیقت خود را فاش کند. او به ایلونا گفت: من یک شهاب هستم، فرستاده ای از میان ستارگان.
سرنوشت تو و من به هم گره خورده است. اما تو باید تصمیم بگیری. آیا می‌خواهی با من به دنیای ستارگان بیایی یا در سرزمین خودت بمانی؟ پیش از آنکه ایلونا پاسخی دهد، نیروهای کاراموس آنها را پیدا کردند. درگیری شدیدی رخ داد و نوآ برای محافظت از ایلونا قدرت‌های ستاره‌ای خود را آشکار کرد. او درخشان شد و سربازان را مجبور به عقب نشینی کرد، اما این کار انرژی زیادی از او گرفت. در لحظات پایانی نبرد، ایلونا دریافت که عشق واقعی به فداکاری و اعتماد نیاز دارد. او تصمیم گرفت به سرزمین خود بازگردد، اما این بار با شجاعت و آگاهی از قدرت‌های درونیش و با شناختی که از وزیر بدجنس پیدا کرده بود، احساس کرد وظیفه دارد پادشاهی و کشورش را از شر او رها کند و برای بهبود سرزمین و مردمش تلاش کند. ایلونا به قصر بازگشت و با صدایش که اکنون از امید و عشق پر شده بود، مردم را متحد کرد. او پدرش را متقاعد کرد که کاراموس را کنار بگذارد و اصلاحات جدیدی در سرزمین ایجاد کند. نوآ به میان ستارگان بازگشت، اما قول داد که همیشه مراقب ایلونا باشد. هرگاه ایلونا به آسمان نگاه می کرد و شهابی می دید، می دانست که نوآ همچنان عشقش را با او شریک است. سالها بعد داستان عشق ایلونا و نوآ تبدیل به افسانه ای شد که نسل‌ها برای هم تعریف می کردند. افسانه ای از شجاعت، فداکاری و قدرت عشق که حتی میان آسمان و زمین پل می زد. داستان ایلونا و نوآ به ما یادآوری می کند که عشق و شجاعت می توانند ما را از محدودیت‌ها فراتر ببرند. گاهی برای یافتن راه خود در زندگی باید دل به ناشناخته ها سپرد. همچنین ایلونا با گذشتن از عشق خود برای مردم و سرزمینش نشان داد که گاهی از خودگذشتگی می تواند عمیق ترین شکل عشق باشد.